سلام به روی ماهتون آقا. این بار میخوام ولاگم رو با حضور سوینی بگیرم. البته که باید دست به دعا بشیم و دست به دعای زیاد که آقا پسر من طاقت بیاره و یه 10 دقیقه رو برو همینجوری بشینه. حالا فعلا که رو مود آرومه و همینجوری دست پا میزنه. حالتون چطوره؟ خوبید؟ من امروز اومدم با یکی از پرتکرارترین، یعنی بچه ها میتونم بگم رتبه 1 رو داره. اصطلاح مامان تو هم بیا. قربون بچه هام بشم من. خب تو اگه دوست داری بیا اینجا پیش ما بشی. بیا اینجا قربونت برم. ناز میخواد. دیگه من مجبورم که همینجوری ادامه بدم، یه دست سوین یه دست استرلا و صحبت کنم براتون. یا مادر تو کمکت کنم؟ نه اون نمیخواد آخه، اون بازی گوشی میخواد. من احساس میکنم که این پرتکرار ترین و هیچ سوالی نیست که انقدر زیاد توی پیج من بخواد تکرار بشه. یعنی من بهش رتبه 1 رو میدم و اونم اینه که من چجوری با همسرم آشنا شدم و کجا با همسرم آشنا شدم و این 2 سوال که تقریبا هم میتونم بگم یکیه، یک جوره، بیشترین سوالیه که همیشه از من دارن میپرسن. ملیکا حالا تو که ویدیو میگیری خیلی کامنت گذاشتن که اون کسی که پشت دوربینه داره ویدیو میگیره کیه چیه. دیگه بچه‌ها میخوان همه چی رو بدونن. بچه‌ها قبل از اینکه اصلا بگم میخوام اینو بهتون بگم که من اصلا بار اولی که چیراگ رو دیدم عاشق چه چیزی شدم. ببین من از دوران نوجوانی که دیگه فهمیده بودم که آره آدم با هم ازدواج میکنن و یه همراه دارن و زندگیشون رو میسازن، صادقانه بگم همیشه دوست داشتم که یک آدمی که سنش از من بالاتره باهاش ازدواج بکنم. به چند دلیل. یکی این که وقتی که شما با یک کسی که سنش از شما بزرگتره ازدواج میکنید، مطمئناً اون خیلی از تجربیاتی رو که در آینده قراره باهاش داشته باشید و گذرونده و این موضوع باعث پختگی طرف میشه. یعنی وقتی که شما با یک کسی که بالاتر از سن شما هست ازدواج میکنید، چه بخواد چه نخواد اون فرد پخته تره. چرا؟ چون که یک سری اتفاقات و شرایط و چیزای دیگر رو پشت سر گذاشته و من واقعا چون همیشه بیشتر از سن خودم چیکار داره میکنه، بیشتر از سن خودم متوجه بودم و میفهمیدم، ترجیحم این بود که با یه آدمی که از من سنش بزرگتره ازدواج کنم. دلیل دومم این بود که خب پیش خودم اینجوری میگفتم که آدمی که سنش بزرگتره قطعاً چندین سال توی کسب و کارش نسبت به سن خودم جلوتره و شرایط مالیش بهتر. چون ببینید خب یه آدم 27 ساله تا یه آدم مثال میزنم 37 ساله، 10 سال این فرصت این که بیشتر تلاش بکنه، 10 سال بیشتر بتونه توی کارش موفق بشه رو داره. با خودم میگفتم که با همسن خودم ازدواج نکنم به خاطر اینکه اون وقت رو میخواد که به اون شرایط برسه. من میخوام با کسی باشم که تقریبا اون شرایط رو داشته باشه. اگه 5 سال بود چی مثلا؟ 5 سال تو 5 سال نه، باز خیلی این اتفاقی نمیفته. باید اون مسیره رو صفر تا صد رو باید باش بری که اونم قشنگی خودش رو داره. چرا که نه؟ هر کسی یک سالی. آره عموم جامعه اونو میرن، هستن ترجیحشون اینه که با یه همسن خودشون برن و با هم دیگه زندگی رو بسازن. شو کن دو 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 دو. من بعد از این طرف هم سوینو بخندم دو 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 دو. آره یه دلیل دیگه که داشتم اینه که بچه‌ها من دلم میخواد توی زندگی خیلی حالت عشق و دوست داشتن و ساپورت کردن باشه. یعنی مثلا ترجیحم اینه که یک وقتی هم با همسرم میگذرنم راجع به این که خیلی با هم خوش بگذرنم و خیلی با هم خوب باشیم تا صرف این که من به اون گیر بدم اون به من گیر بده. من تو اون دوران اینجوری فکر میکردم که آدمی که پخته از تجربه داره دیگه حالا نمیاد گیر بده او تو چرا جواب زنگتو ندادی، او تو چرا جواب پیامو ندادی، دیر دادی، پک کجا بودی، یعنی چی باشو اینا. من واقعا حوصله اینجور چیزا یعنی تو شخصیتمه. چی؟ پوشش مثلا، چون خیلی از خانم‌های ایرانی داخل ایران پوشش. آره ببین اون سن نیست،
غیرتی بودن منظورته؟ ببین پوشش غیرتی بودن هست ها، خب ولی باز این پوششه یه کمی مثلا تو سنای کمتر بیشتره. فکر میکنن نوجوانی داره. آره حالا خدا شکر چیراگ اصلا ایرانی نبود، چه بسا که همون چیراگ الان عاشق اینه که من پوشش داشته باشم حجاب داشته باشم، روسری سرم کنم همه جا برم و بیام. نه حالا به خاطر اون بحث غیرتش هم میگه اونجوری خوشگل تری، حالا اون دیگه نظر خودش داره، منم نظر خودمو دارم. من اینجوری هم که مثلا دلم دنبال یه رابطه سازنده هستش، نه از این رابطه های سمی که اون به این زنگ میزنه، این به این گیر میده، اون انرژی منفیشو رو این خالی میکنه، این انرژی منفیشو رو خود دنبال بهانه سرشون درد میکنه و اصلا انگاری بدنشون و مغزشون میطلبه که اصلا این کارا رو بکنم. من نیستم. من ترجیحم که با همسرم خیلی خوب باشم، اصلا این بحثا و اینجور مشکلات بینمون پیش نیاد. چه بسا که چیراگ هم رمز گوشی من میدونه و من رمز گوشی چیراگو میدونم، یعنی اصلا چیزی نیست بین ما پنهون باشه و درستش هم همینه. این نظر من. بچه‌ها من وقتی که چیراگ رو دیدم یه آدمه، یه مرد قد بلند با موهای جوگندمی و من عاشق ببین، یعنی به معنای واقعی عاشق رنگ موهای. عشق در یک نگاه. عشق واقعا it was love at the first sight، یعنی واقعا عشق در نگاه اول بود. واقعا اتفاق خودش هم همش به من میگفت it was love at first sight. حالا بچه ها من وقتی که چیراگ دیدم یه آدم قد بلند که خب میدونستم سنش از من بزرگتره بیشتره و موهای جوگندمی، عاشق موهای جوگندمی شدم. بچه ها فکر میکنین همین آدم وقتی که رسید ایران قبلش چیکار کرده بود؟ خواهر شوهرم بهش گفته بود که ببین سنم از تو کوچیک‌تره، تو برای اینکه خیلی جوان‌تر نشون داده بشی از سن خودت برو موهاتو مشکی کن. خب اصلا کجا هم دیگه رو دیدیم؟ الان میگم اون دلش ترکید. چیراگ فکر کنم من با موهای جوگندمی دیدمش، با موهای جوگندمی عاشقش شدم، دوستش داشتم. بعد بدون اینکه به من بگو اینا از سورپرایز آقا رفت موهاشو مشکی کرد و تا به امروزم دیگه من موهای جوگندمیشو ندیدم، به خاطر اینکه میگه نه من مثلا رنگ میکنم مشکی میکنم که اون تفاوت سنی معلوم نشه. میگم نه اصلا این حرفا نیست بینمون. بچه‌ها ریاکشنت چی بود موقعی که دیدی موهاش؟ من اصلا نمیشناختمش، یعنی ما رفتیم فرودگاه دنبالش به همراه خانواده‌ام بودن که به من گفتن این چیراگ. من هی دنبال کله جوگندمی بودم، کله مشکیدم همینجوری و حالا بیا بهش بگو که بابا من اصلا یکی از دلایلی که عاشق تو شدم موهای جوگندمی بود، رفتی مشکیش کردی که چی مثلا؟ آره گفتم بهش. آره تو یکی از یوتیوبایی، تو یکی از ولاگای منو ندیدی؟ خب منم موهام کوتاه بود، اکستنشن بلند گذاشته بودم، بعد مراسمم همه رو در آوردم دیگه. گفتم حالا که خرم از پل گذشته بذار دیگه مهم نیستی. بعد میگفت خدای شکرت فقط همین اینت موهات فیک بود، چیزای دیگه فیک نبود در نیاوردی. آره خلاصه چیراگ موهاشو رنگ کرد اومد ایران و من اونجا بود که اصلا فهمیدم این موهاشو رنگ کرد. بعد اصلا هم نمیذاش من تصویری ببینم، مثلا می‌خواست به قول خودش منو سورپرایز بکنه. حالا من کجا همسرمو دیدم؟ نه خیلی هم ببین من اون تایم درگیر مراسممون تو ایران بودم و چیراگ هم یک نمایشگاه خیلی مهم، بزرگترین نمایشگاه هند هست هر سال همون تایم تاریخ ازدواج ایرانیمون هر سال هم همون تایم چیراگ مثلا هنده، یک دو روز قبل سالگرد تاریخ ایرانیمون میاد. اصلا اون به شدت درگیر بود، من هم به شدت دنبال من، چون من تنها بودم توی ایران، یعنی خانواده‌ام بودن ولی خب همسرم چیراگ نبود، خودمون داشتیم همه کارهای مراسمو میکردیم. اصلا دیگه به مغزم نرسید و مثلا فکر نمیکردم این آدم بره این کارو بکنه، فکر میکردم مثلا از رنگینا خوشش نمیاد. خلاصه بریم بگم که من چیراگو کجا دیدم. بچه‌ها من چیراگ رو توی دبی دیدم و محل آشنایمون داخل دبی بود، همدیگر رو توی دبی دیدیم و من به معنای واقعی یک دل صد دل عاشق شدم. فردایش چیراگ پرواز داشت به لندن، اون تایم چیراگ لندن زندگی میکرد و من پرواز داشتم به ایران. اون موقع موهای من بلوند بود. وقتی که اومد مثلا سمت من، خب من این آدم رو دیده بودم، یه جای نشسته بودیم، بعد
همش میگفتم که کاشکی بیاد مثلا با من یه صحبتی بکن و اینا. یعنی از دور می‌خواست نخ بدی بهش. آره دقیقاً من نخه رو دادم بهش، یه لحظه برگشتم یه لبخند اینجوری خیلی خوب بهش زدم. آره دیگه بعد منتظر بودم، بعد دیدم ای بابا ما مثلا غذامونو خوردیم، ما مثلا کارمونو کردیم دیگه، اصلا دیگه وقتی نموند و اینا. بعد اون می‌خواستیم بریم خرید و دیگه ناامید شده بودم که بعد خدا رو شکر اومد سمتم و سلام علیک. من اون موقع خب زبان انگلیسیم انقدر خوب نبود، ولی در حد این که بتونم مثلا جواب بدم و یه سری سوالات بپرسم، اما آره میدونستم. و اینجوری شد که بهم وقتی که اومد سمتم بهش گفتم که مثلا من ایرانی هستم، اصلا باور نمی‌کرد، میگفت نه اصلا من اصلا فکر نمی‌کردم تو ایرانی باشی، تو موهات روشنه. گفتم خب برای من ایرانی ام ولی موهامو روشن کردم. و تا اون موقع اصلا هیچ نظری راجع به ایران نداشت، چه بسا که وقتی که به خانواده‌اش هم گفتنم ایرانیان، ایرانو انگاری نمیشناختم، گفتن عراق یعنی همچین چیزایی، حالا یک توضیح بده، نه ایران. بعد باباش اینا فکر میکردن که من داخل هند اصلا زندگی میکنم، کلن هندی هستم که بک‌گراندم حالا ایرانی، حالا مثلا قبلا یه بک‌گراندی توی ایران داشتم یا حالا ایرانیم ولی دارم توی هند زندگی میکنم، به خاطر اینکه اصلا فکرشو نمیکردن که من کلا اصلا ایرانی باشم، تو هند زندگی نکنم، مذهبم باهاشون یکی نباشه و هزاران چیز دیگه. هندی بلد. آشنایی رفته بودی هند؟ نه اصلا تا اون موقع نرفته بودم هند. اصلا اولین باری که توی زندگیم رفتم هند با چیراگ رفتم، برای ماه عسلمون رفته بودیم گوا. آره خرچنگه. آره بعد چیراگ که فردای پروازش، منم فردایش پرواز داشتم و من به خوبی یادمه که من انقدر با این آدم اصلا اون لحظه اول احساس صمیمیت کردم که بهش گفتم من دارم برمیگردم ایران. گفت منم پرواز دارم. گفتم خب پس تموم، این در حد یه سلام علیک و در حد یه لبخند تمامه، چون اصلا اون اونجا من اینجا، اصلا من میگه برنامه‌ای ندارم برگردم و اینا دیگه. ولی شماره رو گرفتم. وقتی که رسیدم ایران باورتون نمیشه، اصلا همجوری خیلی دلی، لحظه ای که مامانم در باز کرد، استلا اومد توی بغلم، مامانم بغلم کرد و اینا، همجوری داشتم ویدیو گرفتم و همون ویدیو رو واسش فرستادم. یعنی اولین ویدیویی که من برای چیراگ فرستادم ویدیویی بود که مامانم در باز کرد و استلا اومد داخل بغلم، بهش گفتم این استلاست و خیلی دوستش دارم و اینا. اون موقع تمام دارایی‌های من توی زندگی همین استرلا بود و الان هم همینطوره. البته الان دارایی‌ام بیشتر شده، شوینم. آره میتونی نشونش بدی که بچه‌ها این دارایی‌های منه. این پشت صحنه دارم اینجوری خانم استرلا رو نازی میکنم. خب این ویدیو رو بهش دادم و دیگه ارتباط ما از همونجا شروع شده. من دیدم نه اصلا اینجوری نمیشه، من باید برم کلاس زبانمو بهتر کنم، چون من هی بعد یه تایمی میخواستم بهش بگم تو پلن چیه، تو برنامه چیه، منو مثلا به من پلنتو بگونا، سر این چیزا گیر میکردم. که خلاصه رفتم کلاس زبان و یادمه که بعد از لندن چیراگ رفت نیویورک و اختلاف ساعتمون خیلی زیاد بود. من شبا تا صبح بیدار میموندم و باهاش حرف میزدم و دیگه بعد 3-4 روز و 3-4 شب اینا بود دیگه حالم بد شده بود، انرژیم کم شده بود. رفتم سرومینا زدم که دیدیم نه اینطوری نمیشه. یه به هم دیگه گفته بودین که آقا مثلا احساسی هست؟ آره خب ببین اصلا من میفهمیدم اونم میفهمید. میدونستین که تهش چی میشه؟ نه نمیدونستیم تهش چی میشه، انگاری مثلا یه مسیری بود که توش قرار گرفته بودیم. اصلا کاملا معلوم بود وقتی که به زنگ یا مثلا منتظر زنگم بود یا بهم صبح خواب بیدار میشد بهم پیام میداد. به هر حال یه سری نشونه ها هستن که تو میفهمی چقدر برای طرف مثلا مهمه. مثلا تا وقتی که خواب بیدار میشه این کمبود تو رو احساس میکنه و اولین کاری که میکنه بهت پیام میده و میگه من تازه الان خواب بیدار شدم و تو میفهمی که طرف شروع روزشو با تو بوده، هرچند که از هم دیگه دوره. بعد دیگه چیراگ گفتش که اینجوری نمیشه، یه چند روز من بیدار میمونم که بخوایم با هم دیگه حرف بزنیم.
گفتم باشه. و بعد از اینکه چند بار با هم دیگه صحبت کردیم یه قراری با هم دیگه گذاشتیم که اون قراره خودش کلی 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 ماجرا داره. فکر کنم گفتم اگه اشتباه نکنم، چون یادم نمیاد. آره فکر میکنم گفتم. آره فکر میکنم گفتم. حالا چک میکنم اگه نگفته باشم اون ماجرا رو براتون تعریف میکنم، به خاطر اینکه اون خودش خیلی باحاله. بچه‌ها ما یه تصمیم گرفتیم که من برای انجام دادن اون تصمیم خیلی چالش ها اومد توی راهم که حالا بهتون میگم. چند دقیقه شد ملیکا؟ 15 دقیقه. 15 دقیقه. خب دیگه طولانی ترش نمی‌کنم. پس دیگه بهتون گفتم که کجا آشنا شدم و اصلا چه جوری بود. کلا سفری اومده بود دبی. آره من برای ورکشاپ اومده بودم، ورکشاپ مدل مو هنری زادور. به خاطر اینکه من اون تایم توی رشت خودم سالن داشتم، دومین سالی بود که سالن داشتم و اومدم که دوره ببینم، جدیدترین مدل موها رو ببینم و اونجا توی دبی همسرم رو دیدم. دلیل اومدن من به دبی این بود، برای ورکشاپی که هنری زادور گذاشته بود. هنری زادور یه تایم خیلی با لیلا فروهر معروف بود، موهای لیلا فروهر درست میکرد. الان دیگه نمیدونم اونقدر دیگه خیلیا انگاری مثلا ترند نیست و رو بورس نیست، ولی خیلی اون موقع بود. یه دونه اون بود، یه دونه هم یه خانم دیگه توی آذربایجان بود که اونم رفته بودم، مدل موهاش عالی بود. و خلاصه اینطوری شد که من چیراگو دیدم و دیگه ازدواج کردیم. حالا یه ولاگ هم میگیرم که اصلا واقعا چی شد و بار اول که خانواده‌شو دیدم و اینا همه رو براتون میگم. بوس به همتون فعلا.